سلام. امروز میخوایم درباره یک پرسش بزرگ حرف بزنیم. چگونه میتوان خلاق بود؟ خیلی وقتها خلاقیت رو فقط به معنای نوشتن شعر، کشیدن نقاشی یا ساختن موسیقی میدونیم. اما نیچه میگه خلاقیت چیزی فراتر از هنر یا اختراع تکنولوژیه. خلاق بودن یعنی زندگیت را مثل یک اثر هنری بسازی. نیچه میگفت بیشتر مردم مثل تماشاگر زندگی میکنن. دستورالعمل‌ها رو میپذیرن، قوانین رو دنبال میکنن و در مسیری حرکت میکنن که از قبل براشون طراحی شده. ولی خلاقیت وقتی اتفاق میفته که جرأت کنیم از این مسیرهای آماده بیرون بزنیم. به قول او بزرگترین دستاورد انسان توانایی گفتن نه به آن چیزی است که همه میپذیرند. خلاقیت از همین جا شروع میشه، جایی که جرأت میکنی خلاف جریان باشی. اما نیچه فقط به نگفتن بسنده نمیکنه. او میگه بعد از نگفتن باید آری بیاوری. یعنی چی؟ یعنی باید چیزی تازه بیافرینی. وقتی ارزش‌های کهنه رو زیر سوال میبری، نباید در خلأ بمونی. باید ارزش‌ها و معناهای تازه‌ای برای خودت بسازی. اینجاست که نیچه از مفهوم انسان خلاق یا حتی ابرمرد صحبت میکنه. کسی که زندگی خودش رو یک پروژه میبینه، مثل یک مجسمه ساز که تکه تکه سنگ ها رو میتراشه تا شکل دلخواه خودش رو به وجود بیاره. پس خلاقیت برای نیچه یعنی 1. شکستن عادتها و الگوهای آماده. 2. ساختن معنا و سبک شخصی. 3. زندگی کردن مثل یک هنرمند. برای مثال توی زندگی روزمره هم میشه این نگاه رو داشت. اگه همه یک شغل، یک سبک زندگی یا حتی یک نوع تفریح رو انتخاب میکنن، تو میتونی بپرسی آیا این برای من واقعیه؟ اگر نه، مسیر خودت رو بساز. خلاق بودن یعنی همین، جرأت انتخاب متفاوت داشتن. نیچه خلاقیت رو فقط یک استعداد ذاتی نمیدونست، بلکه یک وظیفه انسانی میدید. او میگفت باید خودت خالق زندگیت باشی، نه مقلد دیگران. پس خلاقیت یعنی شکستن چارچوب‌های تحمیل شده، ساختن ارزش‌های شخصی و تبدیل کردن زندگی به یک اثر هنری. و در نهایت یادمون باشه خلاقیت از شجاعت شروع میشه، نه از استعداد. این نگاه نیچه به خلاقیته. حالا تو به هم بگو در کدوم بخش از زندگیت میتونی یک نه بگی و مسیر تازه‌ای بسازی؟